با سلام خدمت دوستان. طریقه و ساخت بتونه روغنی رو میخوایم در این کیلو بتونه آموزش بدیم. ابتدا یه سطح خالی پیدا میکنیم، قشنگ تمیزش میکنیم، مقدار حالا بسته به نیازتون مقداری مل میریزید توی سطح و بهش آب اضافه میکنید، قشنگ هم میزنین. تو مرحله بعد باید رنگ روغنی براق، حالا رنگ سحر باشه، رنگ فرازپیشه، هادری، رنگی که بشه باید بتونه رو در آورد، بهش اضافه میکنیم و قشنگ هم میزنیم. تو مرحله بعد باید یه مقداری تینر اضافه کنیم. حالا میتونیم برای دیوارهایی که گچ هست از روغن بتونه هم استفاده کنیم، میشم که نه میتونیم استفاده نکنیم، بستگی به اون سطحی داره که شما میخواین بتونه کاری کنه. اگه قرار باشه ماستیک بشه باید از روغن بتونه هم استفاده بشه. خب ما چون میخوایم دیوارمون کامل ماستیک کنیم و زیر کارمون گچ هست، مقداری هم بهش روغن بتونه اضافه میکنیم و این باعث میشه که هم بتونه‌مون نرم بشه و روی دیوار راحت کش بیاد و شما خیلی راحت بتونید دیوارتون رو ماستیک کنید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.